ابن سیرین شاگردی حضرت انس محمد ابن سیرین صاحب همین کتاب تعبیر خواب، هر یک کسی که بعد ابن سیرین اومد، امام ابن سیرین امام در تعبیر خواب است. در علم تعبیر خواب امام مسلمان ها محمد ابن سیرین است. یعنی عالمی که به همین علم بسیار مشغول شد. زندان شد در آخر حیاتش، قرضدار شد. وقتی که قرض نداد قاضی به حکم زندان داد، زندان شدن. بعد گفتن که من میدونم برای چی امروز من به این دو مصیبت، هم قرضداری هم زندان گرفتار شدم. 40 سال پیش یک آدم مفلس گفته بودم، یعنی بانکرات، ای آدمی بانکرات شدگی، مفلس. یعنی آدم بانکرات میشد، با بالاش میخندید، میگوید که خوب بود کرد، خوب شد. میگوید در بالای مصیبت آدمو میخندید. اگر آدمی بعد نیک میشد زندانی میشد، خودش زندانی شد. ممکن نیست آدم های تحقیر کردن، به مصیبت آدم ها خنده کردن، عیب کردنی آدم ها. ببینید 40 سال پیش یک آدمی که شاگردی انس، شاگردی خدمتگاری رسول الله صلی الله علیه وسلم، ببینید شاگردی خدمتگاری رسول الله، نسبش به آسمان میچسبد. محمد ابن سیرین چگونه حضرت انس را بزرگ میشماریدند، خدمت میکردند، احترام میکردند، علم میگرفتند، تابعین بزرگوار بودند، صاحب علم و حدیث بودند. لیکن گفتن که من میدونم که به سبب کدام گناه هم امروز به این بلا گرفتار شدم. 40 سال پیش یک آدم مفلس گفته بودم، اینه جزاش امروز چشیده ایستادیم. بنابراین آدم وقتی که به سرش مصیبت میبید گناهاش تفتیش میکند. شاید اون کسی آزار داد، شاید غیبت کرد، شاید خبرکشی کرد، شاید گپی خطا گفت، ضد شریعت گام زد.